کشور مسلمبک کریموف و حریف او النقبی از امارات متحده عرب برای تتمه میبرایند. مسلمبک کریموف پهلوانی که یک تگی سفید ببر کرده است. چهره سرشناس تاجیک در حال به هجوم میگذارد. حریفش النقبی احمد 21 سال دارد از امارات متحده عرب. نه چندان غالبیت های زیادی را نایل گردیده است پهلوانی امارات متحده عرب النقبی. بله دوستان عزیز، یک اصول خیلی هم زیبا از جانب مسلمبک مبادل گردید. این پرتافت به وزری در یک دقیقه وقتی اساسی پهلوانی ما توانست یک وزری را از حریف خیش سیتاند. با این نگاه نکرده پیوسته تلاش می‌ورزد. خیلی هم چست و چالاک به نظر می‌رسد پهلوانی 22 ساله کشور ما. دوباره به هم میآیند، دست و چنگال میگیرند. ولی حریف مسلمبک خیلی خود را چست و چالاک نشان میدهد. برای نادرست داشتن کمیکات با النقبی پهلوانی یک تگی کبود داشته امارات متحده عرب شیدای نخست داده شد و پهلوانی ما پیوسته تلاش می‌ورزد، کوشش میکند و اصولی در زمین نگاه داشتن حریف را استفاده میبرد. اسه کامی. بله همین طور دوستان عزیز، اگر 10 ثانیه دیگر در زمین نگاه دارد بله دوستان عزیز، همین طور با امتیاز ایپون توانست این حریفی که رو برای آن گردیده بود از سر راه بردارد. تبریک و احسانش میگیم دوستان عزیز. در مرحله های بعدی با این چهره سرشناس کشور بردباری خواهانه. یک 22 جایزه ارزنده مدال طلا را مال خود کرد. در تل اویو هم به مرحله نهایی رفت، جای دوم گرفت و در ونگریا هم در مسابقات گرند اسلم مدال برنجی دارد و در بندی بهترین ها در مقام 8 است. و مسلمبک کریموف این ورزشگری که بسیار هم برایش دقیقه اول خوب انجام نیافت. پهلوانی ما دچار اندکی ناامیدی شد و زری را از دست داد. اونجایی که تجربه است، مهارت است، اکنون این برای جوانی 22 ساله تاجیک باز هم مانعه به وجود آمد. در فعالیت ورزشیش در مسابقات گرند اسلم و گرند پری، چمپیونات آسیا و در مجموع مسابقه های قیداوی و سطح بین المللی شرکت هم نورزیده است و اکنون از دستاورد حرف نخواهیم زد. مادامی که شرکت نکرده است الکی آی 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 ببینید وزری ایپان با همین ترتیب رقابت پیش از مهلت خاتمه می‌یابد، چون
نوزادزه که گفتیم از تجربه و از ملکه و هنری والایش اینجا هم در دقیقه اول و آغاز دقیقه دوم هم مهارت بهتر و بالا نشان داد و کامیاب شد نوزادزه و پهلوان ما از ادامه راه مبارزه این مسابقات محروم شد.